آنیانگ بچه ها خوش اومدین به ویدیو دیگه. بچه ها چطورین؟ چه خبر؟ چی کارا میکنین؟ بعد از مدت های خیلی طولانی، کلا یه چند وقتی بود که رپدری خیلی خلوت بود. یه ترک اومده بود از شاخیام که گرفتمش و دیگه کلا ترک خاصی نبود تا اینکه البته بچه یه چیزی هم بهتون بگم، من یه ترک نگرفتم، در واقع جا انداختم. یه ترک به اسم دی دی از میمره فکر کنم اگه اشتباه نکنم که اونو من ندیدم اصلا و جا انداختم، ولی بچه ها تو کامنت ها بهم گفتن، حالا نمیدونم شاید اونم بگیرم بعد این ویدیو، یعنی امروز حالا نه، شاید واسه فردا. ولی بچه هایی، ولی یه خیلی ویدیوی خفنی تو راه دارم واسهتون، یه سورپرایز خیلی عجیب که تا حالا کسی انجامش نداده. بهتون گفته بودم البته که احتمال خیلی زیاد فردا، یعنی شنبه یا یک شنبه، بچه ها دیگه واقعا قول بهتون میدم که شنبه یا یک شنبه بذارمش که خیلی باحاله. مطمئنم خیلی واسهتون جذاب ویدیوه، چون یه کوچولو چاشنی حواشی هم توش داره و میتونین حتما این ببینین. اصلا یه سورپرایزی که فکر نمیکنم به ذهنتون برسه. خلاصه یه ترک خیلی خفن اومده از چه آرتیستای خوبی، زرتشت، ابم و تنین، که زرتشت و تنین قبلا توی ترک زنشو گایم زجی فکر کنم، این ترک اسمش انجیه، با هم دیگه حضور داشتم و قبلا هم تنین رو کلا شنیده بودم صداشو، ولی خیلی وقت بود که نشینده بودم و حالا توی این ترک حضور داره و ترکیب ابم و زرتشت هم که فکر میکنم یه چیز خیلی باحال بشه، چون جفتشون قشنگ موزیک رو درک میکنن. ابم کلا شخصیتی و موزیکی چاشنی فانی داره، زرتشت هم همینطور و حس میکنم خیلی خوب با هم دیگه کانکت شده باشن و یه چیز کلا قوی و خفن انتظار دارم از این موزیک ویدیو دیگه. خلاصه امیدوارم که انتظاراتمو برآورده بکنه که به احتمال خیلی زیاد میکنه. به هر حال بریم بشنویم بریم که چجوریه بچه‌ها. فقط یادتون نره که قبل از این که بریم سراغ ویدیو من لایک کنید، چون که لایک کردن شما خیلی به رشد چنل من کمک میکنه. برو بریم. خب قبل از همه چی کردیت کار رو یادمون نمیره و میخونیم. دیرکتد بای الیاس و لوکاس SLO. اینستاگرام های الیاس و لوکاس هم که گذاشته، اینستاگرام های زرتشت و ابم و تنینم گذاشته و ویدیو ادیتور SYD K1 استودیو و پرود بای BTM Sounds. بریم بشنویم که چجوریه. میلکی بچه ها، این من تلفظ صحیحش حس میکنم میلکی باشه، چون که یه سری ها منم بهم گفتن که این میلکیه، ولی خب نوشته میلکی و میلکی ای نداره وسطش و حس میکنم که میلکی باشه. حالا اگه کسی از بچه ها میدونه که تلفظ درستش چیه، همین میلکیه یا میلکیه، به هم بگه توی کامنت ها، که اینم واسه یه چیز دیگه، برند MD13 ناس. یه اتوبوس رد شد که فکر کنم داستانه، فکر کنم که نه داستانیه دیگه موزیک ویدیو. یه اتوبوس رد شد که خیلی رنگی پنگی بود، بعد 3 نفر خیلی رندوم مثلا همدیگه رو نمیشناسن نشستن توش، ابم، تنین و زرتشتم سوار شد و وای یاده چیز افتادم، چی بود بچه بودم بازی میکردم توش خیلی خوب تیکن 5 تنین و غنی. Pousse-toi de la petite Kuni. On a des diamants, pas de la Pilazzuli. Il m'a off party, fun, Yuli, bis, Yuli. Happy, bis aussi, laisse-moi te baiser dans le jacuzzi.
ببین موزیک ویدیو اصلا نمیخوام راجبش حرف بزنم، چون از همین الان مشخصه که چقدر خوشگل و خفنه. اصلا اون میلکی که میاد اول هر موزیک ویدیویی، من اینجوریم که خب با موزیک ویدیوش که کاری ندارم چون مطمئنم که خفنه. و این وای قشنگ اون چاشنی فانی که گفتم زرتشت و ابم دارن، قشنگ خیلی خوشگل با هم دیگه قاطی شده و تنینم که هیچی دیگه، خیلی خفن داره حرکت ها رو میزنه و کار میکنه. On arrive de terre, pousse-toi de la petite Kuni. On a des diamants, pas de la pile à Tsuli. Ima off party, fan yoli bis yoli. Habibi souci, laisse-moi te baisser dans le jacuzzi. دیوانه کی نکن پیشی خرکس کلتان میزنین یک دنبس زندگی پر از اکشن عروس یکمک با چشش میآید جز مستم گنگ نره جک بوسی کپش دادم گیریا میکنم مثل یک کسی با میتیم رس بوم بوم داودی رس چکا بوم باستا طالبا نره شکایم نره شکایم نره شکایم نره شگایم. اون گفتم زجی زن شگایم بود، این نره شگایم یا ننه شو ها. نره شکایم 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 نره صدام ایدون کلش مختار چوب نره شکایم نره شکایم نره شکایم نره شکایم بیشی بچش تازه سر فیلم شروع نشده دخترک مره زیرمه قدیم ماسونیم سعی نمیکرد حالی یک رقم میخوره به ترست جنده. ببین موزیک ویدیوش جدی اینو دارم میگم خیلی خفنه و اصلا کلا یه تایمی شده، کلا این چند وقت اخیر مخصوصا از وقتی که مثلا میلکی اومده تو کار و کلا یه سری از بچهای خیلی خفنی جمع شدن با هم، خیلی موزیک ویدیوهای رپ دری سطحشون رفته بالا و حتی از ببین حالا خودمونیم دیگه، رپ فارسی خیلی قدمتش بیشتره و خب خیلی مخاطب بیشتری داره، ولی از نظر من رپ دری سطحش واقعا از رپ فارسی رفته بالاتر توی قضیه موزیک ویدیو، واقعا دارن خفن عمل میکنن. و یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم اینه که چقدر به ابم این لباس بارتندریه چیه حالا گارسونی هرچی که هست خیلی میاد، واقعا خیلی جذاب شده. نره شکایم بیشی بچش تازه سر فیلم شروع نشده دخترک مره زیرمه قدیم ماسونیم سعی نمیکرد حالی یک رقم میخوره به ترست جنده خود شیطانه در قوار فرشته پیسه که باشم خرون مکتب بهشته هیت من تو پشت هیت اوجی سنگ زدم گیم توی بیت بزن توش میگم جان بدم گوش با باکستان زند دوش بره رشدت خوبه عبوم گوش دیوار موش داره بچه موشم گوش در چشم شما سیاسرن سنگین شد حکمم چون سیاه سرم گاهی کل کور ستاره داره برم اکم بد بس کنم نرشم کی. ببین موزیک ویدیوش اصلا نمیخوام حرف بزنم یعنی آی سرم، ولی خیلی خوشگله، یعنی به شدت خوشگله و نمیشه حرف نزنم. مثلا اونجایی که گفت شیطانم ولی تو قالب فرشته و اینا، دیدی مثلا صورت ابم یه لحظه شیطانی شد بعد پشتش بال در بود. ببین این نکته ها واقعا خیلی خفن و خوشگلن و من نمید خیلی بعد تکسش هم زیادی فانه و خیلی به شخصیت ابم میاد. کلا واقعا دارن انتظاراتمو برآورده میکنن. من شما سیاسرن سنگین شد حکمم چون سیاه سرم گاهی کل کور ستاره داره برم اکم بد بس کنم نرشم کی. نرشم کی نرشم کی نرشم کی نه نصدم ایدون کلش مختار چوب نرشم کی نرشم کی نرشم کی نرشم کی اکتای زرتشت خدا. Baby girl, this high. Folg mir auf Spotify. Shake, dein Body, don't be shy. OG, aggressiv, heiß und Mike. Vodka, Pool, Whisky, Cola, Octopus. تكون ملا, تكيلا شاك. دخترها هاش, دست فستاد, قدم بگیرن ویدیو بر تیک تاک. بچه بازدن دار نره شکایم دلار و کل دار نره شکایم نداریم کم بود نره شکایم احمد و محمود نره شکایم نره شکایم نره شکایم. ببین نره شکایم من متوجه نمیشم یعنی چی نره شکایم. آخه ننشو نمیگه، میدونی منطقی تر بود اگه میگفت ننشو، ولی نرشو نمیدونم شاید یه کلمه توی زبان
افغانستانی که من نمیدونم، ولی خیلی فانه. اصلا کاری ندارم با این قضیه، ولی خیلی فانه. نره شگایم نره شگایم نره شگایم نره شگایم نره شگایم نره شگایم نه نسته مردم کلش مختار چوب نره شگایم نره شگایم نره شگایم نره شگایم خربوزه بدخشان نره شگایم نه منطقه بیرقدار نره شگایم بیجان قندوزی نره شگایم نره شگایم نره شگایم یکم و غنی را زن شگایم. یه چیزم به ترک زن شگایم داد. نیره زن شگایم. شات اوت. ببین خیلی خوشگل بود، خیلی خیلی خوشگل بود و اصلا خیلی حال کردم باهاش. چه اتوبوس خوبی بود، کاش یعنی خوش به حال اونایی که سوار اون اتوبوس میشدن. واقعا دوست داشتم، خیلی خفن بود، مخصوصا از نظر موزیک ویدیو. واقعا اصلا خدا بود، اکتاشون، تمام موزیک ویدیو، تمام رنگا، تمام همه چی، کلن همه چی سر جای خودش رو به درستی و تمیز اجرا شده بود کلن. من که خیلی خوشم آمد بچه‌ها. واقعا لیاقت این موزیک ویدیو اینه که خیلی میلیونی بشه، اصلا انقدر خفن بود و امیدوارم که شما هم خوشتون اومده باشه و همین دیگه. مرسی که تا اینجا ویدیو با من بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد ویدیوی منو لایک کنید. خدافظ.